سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. من علیرضا و اینجا سیکینس اومدیم با بررسی یکی دیگه از ویدیوهای لینوکسمون. این ویدیو میشه ویدیو یکی مونده به آخر و ویدیو بعدی ما کلا مبحث لینوکس تموم میشه و میریم سراغ یک ویدیو یک آموزش دیگه. خیلی دوست دارم بدونم که شما چی رو ترجیح میدید. حالا یه سری فکرایی دارم ببینم شما بیشتر چی رو دوست دارید. سعی میکنم توی ویدیوی آخر یه تمرینی رو انجام بدم که این ویدیوی هم یه مروری براتون بشه. بریم سراغ این ویدیو. توی این ویدیو قرار 2 تا موضوع بررسی کنیم، یکی پروسس منیجمنتمون و یکی دیسک اند فایل سیستم منیجمنت. پروسس منیجمنت اصلا چیه؟ میشه فارسیش میشه مدیریت پردازش ها. این مدیریت پردازش رو چرا باید بدونیم؟ چون وقتی شما وضعیت پردازش‌های پروسس‌های سیستمتون رو بدونی، نظارتشون کنید، میتونید اولویت بندی کنید کاراتون رو، میتونید مثلا یه دونه از پروسس‌ها رو متوقفش کنید یا مثلا اون پروسسی خیلی داره الکی منابعی استفاده میکنه، اون منابعش رو بگیرید به یه پروسس دیگه که منابع واقعا نیاز داره بدید. حالا اینها چجوری انجام میشه؟ اول دستوری قرار بررسی کنیم PS چیکار میکنه؟ میاد اون پروسس هایی که الان در حال اجرا هست رو به شما نمایش میده و این نمایش اون به صورتی که مثلا PID اون رو، اون شماره شناسه اون پردازش رو بهتون نمایش میده و اون میزان استفاده از منابع سیستم و اینها رو هم میگه. حالا من یه دونه مثال آوردم PSIX. این برای چیه؟ این میگه که اون دستوراتی که احتمالا یکم پرمصرف‌تر باشن رو هم براتون یا مثلا مشهور باشن رو براتون نمایش میده. بریم اینها رو عملی هم تست کنیم. امیدوارم واضح باشه براتون. میزنم PSIUX. اگه اینجا رو نگاه کنید میکنم یه ذره از بالاتر شروع کنیم. این مثلا میگه که یوزر چه یوزری مثلا اون پروسس رو شروع کرده، PIDش چیه، مقدار CPUش چقدره، مقدار مموری که استفاده میکنه چقدره و الی غیره. مثلا حالا اون استاتش و استارتش شروع شده و اینها رو برای شما نمایش میده که از تمام پردازش هایی که الان در حال اجراست رو اوکی میکنه. بعد چیه؟ تاپه. این تاپه چی کار میکنه؟ نمایش اون پردازش های زنده یا مثلا این زنده ای که میگم یعنی چی؟ بذارید خودش رو بزنم. یعنی دقیقا این زنده بودنه به چه معنی؟ نیا کنیم این الان داره میگه که من همچین پردازش هایی داره اتفاق میفته و مثلا اگه یه چند ثانیه صبر کنم مثلا این ترتیبشون داره عوض میشه. دقیقا مثلا میگه که توی این لحظه این اتفاق داره میفته، انقدر داره استفاده میکنه، توی لحظه بعدی باز داره میگه این اتفاق داره میفته، انقدر استفاده میکنه، همچین چیزی داره افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. اینها رو دقیقا میتونید ببینیدشون. دقیقا اینها رو میتونید ببینید. وقتی هم که مثلا میخواین دستور بعدی رو وارد کنید باید از اینجا مثلا خارج بشین که بتونید توی همین ترمینال مثلا کد بعدیتون رو وارد کنید. مثلا کنترل C رو که من بزنم از این خارج میشه دیگه، وگرنه همچنان ادامه میداد و یه لایوی از سیستمم من داشتم، از پروسس های سیستمم. دستور بعدی کیله. این کیله یعنی چی؟ کیل معنی کشتن دیگه، میکشش. در حقیقت اینم اینطوریه که اون پروسس رو میکشه. چجوری؟ مثلا شما وقتی توی ویندوز برنامه هنگ میکنه چیکار میکنید دیگه؟ آلت F4 رو میگیرید، بعد مثلا میگه که میخوایی برنامه رو ببندی، مجبورش کنی ببندی یا نه، یا فقط میخوای که هنوز ادامه بده به اون برنامه.
تو مثلا میگی نه مجبورش کن ببنده. دقیقا کیل هم همین حالتی رو داره. وقتی مثلا میبینید داره اون دستور به اشتباه داره اجرا میشه یا خیلی داره منابع میگیره یا به هر علتی، میتونید با کیل اون دستور رو ببندید. کیل یه چیزی که داره، باید شما شماره پراسس اون شناسه یا پی آی دی اون رو بدونید. مثلا پی آی دی اینجا، اینها رو باید، این قسمت رو باید بدونید که بتونید اون برنامه رو ببندید. در غیر این صورت باید از یه ابزار دیگه استفاده کنید، از یک کامند دیگه. مثلا پیکی همچین ابزاری و همچین اتفاقی برای شما رقم میزنه. پیکی داره چی میگه؟ میگه که اوکی شماره شناسه رو نداری، پی آی دی رو نداری، بیا اسم رو بنویس. مثلا اینجا نوشته پیکی فایرفاکس، یعنی بیا اون فایرفاکس تو مجبور کن ببنده. مثلا من اینجا یه فایرفاکس دارم بازه، برای اینکه ببندمش خب اینجا فقط کافیه بنویسم پی کیل فایر و اینجا دیگه برنامه من به کلی بسته شد دیگه. مورد بعدی برمیگرده به پی جی و اف جی. اینها چیه؟ این که مثلا میگن پس زمینه و پیچ زمینه و اینها یعنی چی؟ مثلا این نایس رو بگم بعد میرم اون دوتا رو میگم. یه ذره شاید بیشتر باید توضیح بدم که قابل فهم‌تر باشه. نایس چیه؟ داره چی رو مشخص میکنه؟ اینکه تنظیم اولویت بندی پروسس های شما رو میگه. مثلا شما دارید چند تا دستور رو به صورت همزمان اجرا میکنی، خب یا مثلا بر اساس ترتیب های اینا اجرا بشه، بعد میخوای بگی خب اون دستور من باید زودتر اجرا بشه چون من بهش نیاز دارم، یا منابع اونو بیشتر منابع به اون اختصاص بده. پس من میام از چی استفاده میکنم؟ از نایس، که میگم که بیا اون برنامه‌ای که میخوام که مثلا اولویتش بیشتر باشه رو منابع بیشتر بهش اختصاص بده، اون برنامه‌ای که میخوام اولویتش کمتر باشه رو منابع کمتری هم بهش اختصاص بده. حالا این چجوریه؟ خب دهی که اینجا نوشته چی میگه؟ این دهه هرچی بالاتر باشه اولویتش کمتره و هرچی کمتر باشه اولویت بیشتری داره. این کامند هم حال میشه کامند مورد نظر شما، مثلا مثل اسلیپ. مثلا من اینجا یک کامندی رو دارم، اینجا رو پاک کنم خیلی اومده پایین. مثلا من میزنم نایس داش ان ده و مثلا اسلیپ. خب اون دستور اسلیپ من با اولویت 10 اجرا میشه، یعنی میذارم 9 تا اولویت 9 تا کامند من که جلوتر از من هستن اجرا بشن، بعد اسلیپ اجرا بشه. یا مثلا هر کامندی که مد نظر شما، یا مثلا اینو مثلا یک کنم که اول اسلیپ رو اجرا کنه و بعد بقیه رو. این به این شکله. حالا بریم سر وقت این BG و FG. مدیریت پردازش ها در پس زمینه و پیش زمینه. این دوتا دستورات کنترلی هستند که به شما این امکان رو میدن که یه پردازش رو در حال اجرا بین پس زمینه و پیش زمینه که همون میشه بک‌گراند و فورگراند جابجا کنید. خب یعنی چی؟ یعنی این پیش زمینه و پس زمینه میگم یعنی چی؟ پردازش های پیش زمینه یا بهشون به اصطلاح میگن فورگراند، پردازش هایی که به صورت فعال دارن اجرا میشن و ترمینال تا تموم نشدن اونها منتظر میمونه. یعنی مثلا من مثل اون قبلیه بود دستور چی بود زدیم؟ دستور تاب بود، یعنی تا این تموم نشه من نمیتونم دستور دیگه رو بزنم. مثل اینها میشه. این پس میشه یک این دستور تابع میشه یک پردازش پیش زمینه یا فورگراند. پردازش های پس زمینه یا بک‌گراند چجوریه؟ که داره مثلا شما داری یه دستور وارد میکنی، به صورت همزمان هم داره دستورات دیگه هم وارد میکنی. اوکی مثلا شما یه ترمیوسی باز کردی، خب یه سری دستورات رو داره اجرا میکنن، در کنارش مثلا تو اون ترمینال دیگه تون داره یه دستور دیگه اجرا میکنید. اینها میشن چی؟
اون دستورات بک‌گراند ما. مثلا توی وقتی شما یه VPS میگیری، مثلا یه دستوری مثل HTTPX رو میذاری اجرا بشه توی یک مثلا ترمینوستون، اون در حال اجراست. هر زمانی که مثلا کارش تموم بشه فایلش رو ایجاد میکنه، اطلاعاتش رو ذخیره میکنه. همزمان هم شما میتونید توی یک صفحه دیگه باز برید یه کار دیگه رو انجام بدید و این دوتا هیچ تداخلی با هم دیگه ندارن. ولی مثلا حالا نحوه کارشون چجوریه؟ این BGP اینطوریه که اون پردازشه که مثلا حالا متوقف شده یا هر مشکلی براش پیش اومده رو میتونه مثلا ببره تو بک‌گراند و دوباره اجراش کنه. FTA اون مثلا پردازشی که حالا توی پس زمینه در حال اجرا بوده رو میتونه به پیش زمینه بیاره تا مستقیما کاربر بتونه اونها رو مدیریتشون کنه. پس این شد از این. من توی BGP با این دستور میتونم پردازشی که الان وجود داره رو بفرستم پس زمینه تا بتونم بقیه کارامو انجام بدم. توی FG اینطوری که اون پردازشی که توی پس زمینه داره اتفاق میفته رو بیارم به پیش زمینم تا بتونم بیشتر کنترل رو انجام بدم. مثلا حالا یکی از دستوراتی میتونیم اینجا استفاده کنیم، مثلا اسلیپه. خب اسلیپ ست. و مثلا اینطوریه که مثلا یک چیزم اینجا بذارم. خب یه لحظه اسمش یادم رفت، پرسند و این آخر بذارم. این چی میگه؟ میگه این پردازش اسلیپ سده رو به پس زمینه بفرستش تا من بتونم مثلا از ترمینالم استفاده کنم. در صورتی که مثلا من اگه این رو تو همین حالت بزنم ثبت میکنه 100 ثانیه بگذره تا من دستور بعدی رو بزنم. ولی بذارین اینو توی یکی دیگه اجرا کنم. اینطوری که مثلا میزنم اسلیپ، چرا میزنم اسلیپ 100 به امپرساینت. ببینید مثلا میگه اون 10 ثانیهش داره اجرا میشه ولی تو بیا دستور بعدیش رو هم بزن. این فرق حالا پس زمینه و پیش زمینه که میتونید ببینید. و مثلا من جابز که بزنم، خب یا مرسی که مثلا میگه که رانینگه، اون 100 ثانیه در حال اجراست هنوز. جابز میشه اون لیست پردازش هایی در حال اجراست. یا مثلا توی همون پی اس هم من بزنم، پی اس آیوکس هم بزنم، خب این دیزره خیلی جزئیاتش بیشتره که همون جابز برای کار ما اوکیه دیگه. کلیر کنیم، دوباره اون دستور جابز رو بزنیم ببینیم هنوز 100 ثانیه در حال اجراست. 100 ثانیه بودن 1 دقیقه و نیم باید ثبت بشه. و میبینید که اینجا مثلا اسلیپ تموم شد دیگه و برای شما نمایش داده شد. حالا با این دوتا مثلا با درصد وانه، با درصد یکی منظورش چیه؟ مثلا اون پردازشی که متوقف شده رو میتونید مثلا به پس زمینه یا پیش زمینه انتقالشون بدید و دوباره مثلا اون پردازش رو از سر بگیرید. این برای این کار استفاده میشه. حالا این مثلا منظورش حالا اون پردازش شماره 1 و اینطور چیزا میشه. پس این شد از چی؟ از اون داده هایی که از اون کامند هایی که باید تو حالت پروسس منیجمنت بشناسید و به نظر من توی VPS تون شاید خیلی به دردتون بخوره. شما حجم زیادی از منابع رو ندارید و باید حواستون باشه که کدوم ابزار چقدر داره استفاده میکنه و اونها رو مدیریت کنید. میریم سراغ بعدی. دیسک and فایل سیستم منیجمنت. میشه مدیریت دیسک و فایل سیستم. مدیریت دیسک و فایل سیستم این امکان رو به شما میده که فضای دیسک رو بررسی کنین، مدیریتش کنین، بعد حالا اون سیستم فایل رو به سیستمتون متصل کنین یا جداش کنین، بعد بیاین اون مدیریت حافظه رو داشته باشین، پارتیشن بندی کنین، بهینه سازی کنین فضای دیسکتون رو. از اینجور کارا دیگه کلا با حافظه کار میکنید دیگه، بتونین اون حافظه‌تون رو به درستی مدیریتش کنین. حالا قرار بریم چیا یاد بگیریم ازش.
اولین چیزی که میخوام ازش یاد بگیریم DF. این DF چیه؟ نمایش فضای دیسک. اینطوری که مثلا اون فضایی که در حال استفاده است رو بهتون نمایش میده، فضایی که باقی مونده رو بهتون نمایش میده و از این دست کارا رو به شما نمایش میده. بذارید به DF مثلا حالا H هم بزنیم که داره بهمون میگه که فایل سیستم ما مثلا چند تا پارتیشن داریم اینجا. این پارتیشن هایی که اینجا داریم سایزاش انقدره، بعد انقدرش استفاده شده، مثلا چند درصدش استفاده شده، چند درصدش هنوز میتونید استفاده کنید و اینها رو داره بهتون نمایش میده. مورد بعدی چجوریه؟ اینطوریه که دیو چی کار میکنه؟ نمایش فضای استفاده شده توسط فایل ها و دایرکتوری ها رو بهتون نمایش میده. مثلا اینطوری که شما مثلا یه دونه از ببینین یکویی حجم لینوکستون، حجم اون وی پی اسی گرفتین، یکویی مثلا میگه که همش پر شده. چی شده که همش پر شده؟ من یه عالم فضا دارم. یه بار واقعا برای من یه اتفاق افتاد. نگم مثلا من یه برنامه‌ای که اجرا کرده بودم این مدام داشت خودش رو گسترش میداد و من متوجه این قسمت این موضوع نشده بودم. بعد با یه دستوی مثلا دیو میای چیکار میکنی؟ میای میبینی که اون فولدر شما، اون دایرکتوری شما، اون فایل شما چقدر داره استفاده میکنه، چه حجمی رو داره. مثلا من دیو رو بزنیم -sh. حالا من اینجا چیزی به عنوان فولدر ندارم، دایرکتوری به عنوان فولدر ندارم. مثلا یکی از فولدرهایی که توی سیستمم هست میزنم، مثلا مثل داکیومنت هم و به میگه که مثلا 47 مگ از این دایرکتوریت پر شده، فضای اشغال شده تو انقدر. حالا بریم سراغ چی؟ این فایند هم بذاریم بگم بعد اون 4 تا دیگر بگم. فایند برای چیه؟ اینکه برید بگردید توی مسیرتون، توی سیستمتون یک چیزی رو پیدا کنید. مثلا شما یادتون رفته که اون چکلیست، فلان چکلیستتون تو کجا گذاشتید، ببینید میگردین پیداش میکنید. نمیدونم فلان دادتون در مورد والمارت بوده، در مورد اون تارگتتون کجا گذاشتید، ببینید میگردین پیداش میکنید. مثلا اینجا چی گفته؟ گفته میری مثلا فایند میکنی، میمیسه فایند میکنی مثلا www دیتا رو. این وقتی من مسیر بهش ندم میره کل مسیرهایی که توی سیستم من هست رو پیدا میکنه. نبودم که بهت میگه که من همچین دایرکتوری رو ندارم. بذارید یک دونه دش نیم بهش بدیم ببینیم. بازم میگه من همچین چیزی رو ندارم. میره میگرده ببینه که داره یا نداره. اون فکر کرده که انگار نداشتم همچین چیزی رو. چون این مسیر بهش نداده بودم، اول فکر کرده بود که این www دیتای منظور همون مسیر است. بذارید این دستور من یه هومم بهش بدم و توی هوم که نیست ولی خب مرسی میگم داری تو هومم ندارم. بذارید باز پرمیشن دینای داد که پس این دستور رو با سودو اجرا کنید. باز پسورد میخواد دیگه. همینطوریه. مثلا یه ذره دیگه باید زبانه خوب باشه، این بدونی پرمیشن دیناید که میده یعنی که اون دستور مجوز استفاده از اون دستور رو ندارید. با سودو وارد شو
که مجوزش رو داشته باشید. کلا میره میگرده دیگه. اگه بهتون اون مسیر رو داد، اون مسیر رو براتون پیدا کرد، بهتون نمایش میده که مثلا توی کجاست و بهتون میشه مثلا با CD بهش برسید. بذارید من برم ببینم یه دونه از اسمای فایلامو پیدا کنم. بذاریم با یه دونه از این چیزایی که دارم براتون بیاریم. بزنیم فایند کن. یه فایل scan.py دارم، ببینیم اون کجاست. یه سویچ دش نیمم بزنیم که بفهمه این اسم فایلمو بهش میدم. ببینید دقیقا میگه که توی دایرکتوری داکیومنت، دایرکتوری پایتون و اینجا وجود داره که میتونید برید و ازش استفاده بکنید. خیلی خب، بریم سراغ این چارتا. چون یه ذره باید توضیح بیشتری بدم، به همین خاطر آخر گفتم براتون بگم. اول بیام بگم که این منظور دیو و std ما یعنی چی. اول از پارتیشن بندی لینوکس میگم. لینوکس وقتی میخواد پارتیشن بندی کنه فضای ذخیره سازیش رو، اینطوری میگه به قسم اولی پارتیشنش میگه std-a، به دومی پارتیشن میگه std-b، سومی std-c و الی غیره. و وقتی که من داخل هر پارتیشن قرار دارم و اون پارتیشن رو انگار باز میخوام قسمت بندیش کنم، به هر قسمتش از 1 تا الی آخر شماره میده. میگه که مثلا std-a، std-2، std-a3 و غیره. اینطوری شماره گذاری میشه. و این دیوی که اینجا هست به من میشه دیو، به معنی دیوایسه. دیوایس ها میشن چیا؟ درایورهای شما. درایورها داخل لینوکس اینطوریه، به ازای هر کدوم از اون درایورها میان یه دایرکتوری توی این دایرکتوری دیوایس نمایش داد، انگار ایجاد میشه. و هر زمانی که شما قرار باشه این محتویات رو ببینید، باید اون رو به سیستم فایلتون انگار متصل بکنید که بتونید این داده ها رو به مشاهده کنید. اوکی؟ حالا چجوری میتونید متصلشون کنید؟ مثلا شما میاد اینجا اون قسمت درایور هاتون رو به یک دایرکتوری مثل MNT متصل میکنید تا بتونید توی دایرکتوری MNT این مقادیر دیوایس درایور هاتون رو ببینید. بریم چک کنیم ببینیم چجوریه. حالا بریم تست کنیم اینها رو. من اول از همه میام یه ls از همین ماونت هم میگیرم، MNC میگیرم، هیچی داخلش نیست، درسته؟ حالا میام ماونت میکنم همین دیو رو به MNT. میگه که تو سوپر یوزر نیستی، میگم اوکی، باید با دستور سودو اینها رو اجرا کنم چون دستورات خاص سیستمی هستن. و الان من میذارم ls mount. میبینید که اون درایور هایی که من دارم رو برام نمایش میده. حالا مثل ای پایتون داخلش نصب دارم، یوزر و حالا هر چیزی که مثلا توی این درایو من دایرکتوری من قابل نمایش بوده، توی این دایرکتوری MNT من هم قابل نمایش هست. حالا کارم تموم شده، کارهای تنظیمات خاصم رو انجام دادم. باید بیام قطع اتصال کنم. با چه قطع اتصال میکنم؟ با on mount MNT. اشتباه زدم، یه اینو اضافی زدم. باز میگه سوپر یوزر نیستی، یادم این سودو رو بزنم. و الان اتصال قطع شد دیگه. مثلا من میام میزنم MNT LS رو نزدم، این که هیچی نمایش نمیده چون میگه اتصالی ندارم دیگه، محتوایی ندارم برای نمایش.
این شد پس از این قسمت. شما وقتی میخوای محتویات یک دایرکتوری دیگر توی دایرکتوری دیگه استفاده کنی، اتصالا میای اصطلاحا میای با هم دیگه ماونتشون میکنی، با هم دیگه متصلشون میکنی که توی اون دایرکتوری مقصد بتونی محتویات رو مشاهده بکنی. مورد بعدی چیه؟ استفاده از fdisk. fdisk چیه؟ برای مدیریت پارتیشن هاست. یه ابزار خیلی قدرتمندی که به شما این امکان رو میده پارتیشن های جدیدی رو ایجاد کنین، پارتیشنی رو حذف کنین، ویرایش کنین و حالا مثلا تقسیم بندیش کنید و الی غیره. هر کاری که مثل اون برنامه هایی که توی ویندوز هست برای پارتیشن بندی ویندوزتون، حالا توی لینوکس با fdx میان همچین کاری رو انجام میدید. یک کلیر بزنیم. حالا این چجوریه؟ مثلا من میزنم fdx و fdx هم چون که به هر حال جزء دستورات سیستمی هستن باید با sudo اجرا بشه. sudo fdisk شارژم تموم شده بود. خب گفتیم fdisk میزنیم. fdisk هم که میزنیم مثلا میخوام روی یه پارتیشن خاص میخوام انجام بدم که اون برام یه پارتیشن اصلا ایجاد کنه داخلش و الی غیره. مثلا میزنم همین دیو و std میگم توی این دایرکتوریم یا توی این مسیر دیو std یکم پارتیشن دیو std یکم بیا یک پارتیشن جدید مثلا میخوام ایجاد کنم، یک کارایی بیا برای من انجام بده. حالا اینجا یک چیزی داره، یه نکته ای داره. شما وقتی که میخوای همچین اتفاق بیفته 4 تا سویچ داره که میاد سویچ ها رو برای مشخص. من ام بزنم اینم توی هلپش بهم میگه سویچ ها رو یا نه. آره خب یارم سویچ داره که بر این سویچ ها کارکردهای مختلفی دارن. مثلا یه سری از سویچ ها هستن به خاطر اینکه اگه من اون سویچ رو بزنم میاد پارتیشن جدید برام ایجاد کنه یا یه پارتیشنی رو برام پاک میکنه. اون انگار اون پارتیشن رو یا مثلا میاد برای من آزادش میکنه دیگه، همه اطلاعاتش برام پاک میشه. توی مثلا چیزای معمولیش ایناست که مثلا وریفای کردن اون پارتیشنه، چنج کردن اون پارتیشنه و مثلا پرینت کردن اطلاعات در مورد اون پارتیشن است و الی غیره. هر کدومش حالا چیزایی که خیلی استفاده میشه همین جنریکال، مثلا اینا برای حالتهای مختلفی که مثلا اون پارتیشن شما مثلا از نوع MBR میتونید کلا اون پارتیشن رو نوعش رو تغییر بدید و دیگه شامل اینطور چیزا میشه. حالا مثلا میگه که شما اینجا یا میتونی امو وارد کنی که بهت بیشتر کمک کنه یا که میتونی اون سویچ دلخواهت رو بزنی که بعد پارتیشن ایجاد کنه و یا کار دیگه ای رو انجام بده. پس این شد از چی؟ از fdisk. مورد بعدی MKFS. این MKFS بیام یک کنترل سی بزنم از اینجا خارج شم، کلیرم بزنیم. این MKFS میاد چیکار میکنه؟ میاد بیه که یه سیستم فایل رو روی یک پارتیشن ایجاد میکنه. مثلا برای فرمت کردن یک پارتیشن معمولا به کار میره و تا اون سیستم فایل روی اون پارتیشنه اجرا بشه. سیستم فایل در حقیقت چیه؟ انقدر من میگم سیستم فایل شاید براتون سوال پیش بیاد که سیستم فایل دقیقا چیه؟ اینه که وظیفه سازماندهی و ذخیره سازی داده ها روی یک دیسک رو مدیریت میکنه. اینکه مثلا این فایل من مکانش کجا باشه، اندازش چقدر باشه، مالکیتش با کی باشه، دسترسیاش چه جوری باشه، یا مثلا الان میاد بعضی کارهای ذخیره سازی و نمیدونم دسترسی داده ها و اینو همه رو انجام میده، مدیریت مجوزها، این کارا همه با همین سیستم های
فایل انجام میشه. مثلا شاید شنیده باشی مثلا وقتی دارید اون فلشتون رو بوتیبل میکنید اینطور چیزا مثلا نوشته NTFS یا مثلا فتح 32 اینا رو شنیدید. اینا همه میشه یک نوع سیستم فایل که کارش چیه؟ کارش اینه که اون داده های ما رو داخل دیسک ما ذخیره کنیم که ما بتونیم از اون داده استفاده کنیم، مدیریتشون کنیم و ببینیمشون دیگه. در حقیقت داره این کارها رو انجام میده. مثلا توی این حالت که اینجا نوشته MKFSS میاد چیکار میکنه؟ میگه که روی این پارتیشنه خب یه سیستم فایلی از نوع XT4 اجرا میکنه که شما بتونید با XT4 در حقیقت بتونید لینوکس با XT4 این دایرکتوری این پارتیشن رو مدیریت بکنه. شما مثلا حالا NFT اس و اینا که مربوط به ویندوزه ولی خب که نمیشه رو اینجا اعمال کرد. XT4 هم که مربوط به حالا به لینوکس و این دست کار هست. پس این چی شد از این دو بخش لینوکس ما؟ خیلی خوشحالم که سعی میکنم تو همون 30 دقیقه تمومش کنم. فقط اون اولین ویدیو ما خیلی طولانی شد. امروز هم اینها رو توی کانال تلگرام قرار میدم، لینک این نوشن رو که بتونید ازش استفاده کنید. و اینکه خیلی خوشحالم که ما رو دنبال میکنید. مرسی که هستید، دوستتون دارم. و اگه این ویدیو براتون مفیده حتما برای دوستاتون ارسال کنید، چرا که باعث نشر دانش میشید. مرسی که هستید. خداحافظ.